شما اگر یاس خانه دا مردم بدخشان دا یک اینا میشه بچه کلوب گفتانیم دا همه بیسون چهار تا پشتی همه یک چهار تا جنایتکار همه آدم میگی همه امروز یک جامعه تیج رو میبره امروز بایی درجه آورده رسونده باید مردمی بدخشان باید پشیواره نگیرن در ولایت قانون باشن باید که این آدم ها نزد قانون را جا بودن یکی اگر پای این مردم باید فراموش نکنن مثال ما خلق کلوب هیچی نداشته ما تاجیکستان را آرام کردیم ما مثال گپ بزنیم ما ترسوندنی نیستیم برای ولایت قانون برای که باید همین قانون تنجی باشه آرامی باشه عسکرای پیاده‌گرد جناب عالی در کلوب شهر در تاجیکستان در شهر کلوب مهم این راهبری استاد رستم نبیوف قدی ما هم وقت تیاریم که هنوز وقتی که دولت حکومت ما را دعوت میکنه ما تیاریم